سلام علیکم. تماس بعدی بفرمایید. سلام خدمت استاد گرامی، استاد انصاری. حال شما خوبه استاد؟ سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من حسن هستم از افغانستان. حسن از افغانستان، بفرمایید آقا حسن. استاد گرامی، اول میخوام تشکر بکنم از برنامه‌های خوبتون و زحمت‌های زیادی که در طول این سالها کشیدید و میخواستم بگم که بنده خودم قبلا توی ایران زندگی میکردم و الان اومدم افغانستان چند سال میشه و از زمانی که اومدم اینجا و شبکه‌های شما رو دارم میبینم واقعا طرز فکرم خیلی عوض شده. من قبلا فکر میکردم ایران چقدر مظلوم، آخونده چقدر آدمای خوبی هن، ولی بعدش که اومدیم اینجا و برنامه‌های شما رو دیدیم نه، اینا گرگانی هستن در لباس میش متاسفانه. و خواستم بگم که یک مش شارلاتان دروغگو در شبکه‌های امام زمان دروغینشون جمع شدن و فقط دروغ بلدن بگن و از کتاب‌های مسخرهشون که هیچ کس حتی خودشون قبول هم ندارن فقط دلایل دروغین میارن. این از این. و در مورد کلیپ هاتون هم بسیار تشکر میکنم، کلیپ های خیلی خوبی داریم. یک مطلبی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که در چهار شبکه اسلامی که ما داریم 2 نفر هستن از این آخوندهای اطلاعاتی، بنده مطمئنم در هر برنامه به محض اینکه شماره تلفن ها اعلام میشد، اینا به مجرد اینکه شماره اعلام میشه اینا همه شماره ها رو اشغال میکنن. همین الان به وقتی من تونستم زنگ بزنم، مطمئنم اینا منتظرن تا که نوبتشون برسه و فقط بیان وقت بگیرن. استاد یادتون باشه یک نفر اسمش رضا از ایران همیشه زنگ میزنه، خیلی بی‌ادب، فقط بلد بگه کذاب فلانی دروغگو فلانی، هیچ دلیلی هم نداره. شبکه کلمه زنگ زده بود 2 بار، اول به استاد خدمتی، بعد از اینکه برنامه شد به استاد شفیع زنگ زد، فقط هم وقت گرفت دیگه. هیچ چیزی هیچ دلیلی نداره. و یک نفر دیگه هم هست به نام آقای حمید، ایشون هم از این آخوندهای اطلاعاتی هستش و فقط وظیفش همینه از طرف اطلاعات که مزاحم شبکه ها بشن. استاد گرامی این از این. و یک مطلب آخر رو هم بگم و از شما خداحافظی میکنم. بفرمایید. اون هم اینه که ایام حج هستش، ایام بسیار مبارک حج که همه مسلمین دلهاشون یکجا میشه و همه به طرف کعبه خدا نگاه میکنن. اما متاسفانه این آخوندهای اطلاعاتی، این آخوندهای دروغگو و با روایت های دروغینشون که میخوان کربلا رو بالا ببرن و بیت الله خدا رو پایین بیارن، دیروز آقای خامنه ای، این دجال یک دست به قول آقای الله یاری شیطان یاری، گفته در یک نامه چون که زورشون اومده بود از اینکه امسال شیعیان ایران نتونستن برن حج، یک مطلبی رو منتشر کرده بود که در این مطلب فقط خوب شناسزا گفته بودن به حاکمان آل سعود و من متاسفم برای اینها. وقتی که دستشون هیچ جبه نیست با این کاراشون فقط بلدن تفرقه درست بکنن. استاد گرامی ایشون فقط فحش داده بودن، فقط ناسزا گفته بودن و من میخوام بگم که این در درجه یک حاکم نیستش که بیاد این چنین بیاد فحش و ناسزا بگه. خب میتونه بیاد با دیپلماسی حلش بکنه، وقتی که حلش نمیکنه مشخصه که یک جای کار اینها میلنگه. و دستتون در نکنه دیگه، عرضی ندارم. خدا حافظ. زنده باشید. تشکر حسن جان، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما.